خب توی این تصویر کرم SS رو میبینید با عدسی 10 در بالای تصویر و پایینش هم یک تگ یافته‌ای رو میبینید که چه عدسی 10 میبینید حرکتش رو. نمیدونم میتونید ببینید یا نه. بردم وسط تر بتونید ببینید یک تگ یافته گرد کروی SS که خب حرکت های همچنان شلاقی خودش رو داره. نمونه آب گل آلود پوند واتر بهش میگن، خاک باغچه است یا آب گل آلود باغچه. ببینم میتونم با عدسی 40 تصویر رو تهیه کنم، ولی خب همچنان با عدسی 40 فیلم برداری از اینا سخته. خب با عدسی 40 میریم بزرگ نمایی 400 میریم به سراغ مشاهده این کرم SS زیبا. البته دیگه حرکت های آخرش انگاری و رفیقش که یک تک سلولی بود که ما تو اینجا پیدا کرده بودیم. میبینیم کجا رفته شیطون. ببینیم میتونیم اون تک سلولی رو تگ یاخته رو پیدا کنیم یا نه. پیداش کردیم. بروجک فرار کرده بود. با عدسی 40 گرفتنش یه خورده سخته، اما جالبه در نوع خودش. تگ یاخته ها اصولاً چون من موجکاشو یا تاجکاشو نمیبینم، اصولاً با موجک یا تاجک حرکت میکنن، اما چون اینجا وارسی 40 هست و رنگامیزی هم نشده سخت دیدنشون. به هر حال اینا موجکدار باشن، موجکداران از موجکداران آب شیرین، آب گلالود، حرکت بسیار حرکت های بسیار جالبی دارن. البته این دیگه حرکتش کند شده و از تحرکش کاسته شده. الان چسبید به یک آرتیفکتی و جلوی حرکتش گرفته شد. همونجور که میبینید شبیه بالانتیدیوم کلاهی از چه ظاهرا انگار این الان با عدسی 40 هست. بله، اما خب بالانتیدیوم کلاهی از این بزرگتره. خیلی بزرگتره. به هر حال در نوع خودش هسته یا اون واکوئول درونیش هم مشخصه در این تصاویر. فکر می‌کنم اون واکوئولی باشه که درونش معمولا واکوئولای گلیکوژنی دارن برای ذخیره انرژی و نوکلئوس هم احتمالاً اون یکی از اون اشکال هسته باشه. خب دوستان دوباره روتیفر الان با عدسی 10 یا 40 با عدسی 10 بذار بریم روی عدسی 40 ببینیم که چگونه دیده میشه. خب دیدید که روی عدسی 40 اومدیم. این دوست عزیزمون روتیفر و با این حرکت های
عجیب و غریب خودش با این ساختار سلولی بسیار بسیار منعطف میبینید که داره مسیر رو طی میکنه و دائما هم تغییر جهت میده و انگار براش مزاحم شدیم. شاید نور که میفته روش میخواد از نور فرار کنه شاید. اما این ساختار بسیار قابل تأملی است. ساختار روتیفر میبینید که چقدر خوب دقیق با کش‌ثانی بسیار عالی حرکت میکنه. خب دوستان، بعد از 40 هست. آب گل‌آلود رو فیلم برداری کردیم. خب دوباره اومدیم سراغ ماجراجویی در فوندواتر آب گل‌آلود، خاک باغچه که در واقع آب گل‌آلود باغچه میکس با خاک مرطوب باغچه که کرم اس میدونیم استرانجیلیدس استرکورالیس بسیار فراوانه در همه خاک ها. اصولا کرم موفقیه، حرکات شلاقی شکل. ما عدسی 10 هستیم در جستجوی اسرار درون موجودات درون آب گل‌آلود. خب دوباره یه اس دیگه. خب یه بروجک پیدا کردیم. میبینی سرعت بسیار زیادی داره این تگ یاخته و اصولا حتی با عدسی 10 هم دیدنش سخته. حرکت داره میکنه به در مرکزه که رفته کنار اون آرتیفکت و مشاهدهش سخت شد. در مرکز تصویر حرکت های سریعی رو داره. خب ببینیم آیا موجود دیگه ای رو میتونیم پیدا بکنیم. یه خورده فیلم برداری سخت شد. موجودات کوچیک و بزرگ زیادی رو میشه درون آب گل‌آلود دید. خب دوباره رسیدیم به این بزرگوار، یه روتیفر. الان با عدسی 10 هستیم. یکی از بزرگواران زیرگروه روتیفر که این جناب داره برای خودش در این محیط حرکت میکنه و با این سیستم حرکتی که داره و بسیار جالب توجهه. میبینید که حتی گویا داره یک آشغالی رو هم با خودش جلو میبره. بعد از 40 هستیم. روتیفر رو میبینید خورده تصویر خراب شد.
خب ما بعد از 10 نمونه آب گل‌آلود یه روتیفر تیپیک پیدا کردیم. حالا میام روی 40 که زیباتر بهتون نشون بدم. خب بذاره باید اسی بازی کنم با پیچ میکرو. این روتیفر تیپیک بسیار خوشگل زیبا، نگاه کنی تو رو خدا. این موجود برای خودش پادشاهیه، پادشاه آبای گل‌آلود، پادشاه محیط های آبی برای خودش. میبینید که با این چه کار میکنه این با زنش، حرکت زنش های این در واقع میشه گفت مهته های، ببخشید این در واقع اون بادکش های میشه گفت که در قسمت سرش قرار داره یه حالت پنکه مانندی میبینید حرکت میکنه و چقدر زیباست. صورتش رو به طور کامل دارید میبینید روتیفر رو و به صورت این هواکش ها میبینید که این حرکت میکنه و گویا به این شکل مواد اطراف رو هدایت میکنه، حالا مواد غذایی یا هر آنچه که بخواد رو میبینید. چقدر زیبا. بعد از 40 هست، یعنی 400 برابر بزرگ شده اندازش. برای همینی که ما با چشممون این رو نمیبینیم، با میکروسکوپ اینقدر دیده میشه. یعنی با تازه بعد از 40 بزرگ نمایی 400 برابر. یکی از شگفت انگیزترین موجودات هست روتیفر و حوصله‌اش سر رفت یه سمت دیگه ای که بین دنیا از چه قراره. باز هم روتیفر ببخشید پارت های بدنش رو ملاحظه میکنی. بزرگ نمایی بعد از 40 بزرگ نمایی 400 چقدر زیبا حرکت میکنه این روتیفر. از شگفتی های دنیاست واقعا. به هر حال به نظرم بمب انرژیه، چون
در چنین ابعاد به این کوچیکی چنین حدی از قدرت کشسانی حکایت از اگر انسان بود میگفتم عضلات بسیار قویایی در این سلول های بسیار قویی که این انرژی رو فراهم میکنن که بتونه این کشسانی عجیب رو داشته باشه. خب در اینجا یک روتیفری رو میخوام بهتون نشون بدم که خیلی عجله داره. دوست عزیزمون ما دعوت شده به مجلسی که دیرش شده. ببینید که چقدر سریع باز این با عدسی 10 و این روتیفر عزیز با سرعت میخواد حرکت کنه و از میدون خارج بشه. این نمیدونم به لحظه من خب تصویر رو تونستم دوباره وضوحش رو درست کنم. SS رو میبینید که در حال مرگی بر روتیفر در تصویر فوقانی بیارم رو عدسی 40 بینم میتونم نشونتون بدم. آیا بله روتیفر و این روتیفر وحشیه، خیلی جست و خیز میکنه. خب میریم ماجراجویی، ادامه ماجراجویی. بریم عدسی 10. میبینید دوباره 2 تا SS خب دنبال در واقع تاجک داره بسیار پرسرعتی هستیم که در قبلا دربارش حرف زده بودیم. در آب گلالود پوند واتر میتونین این رو ببینید، مثلا سرعتش رو مقایسه کنید. این اصلا من نمیدونم آیا تصویر رفت یا چیزی رو دیدید یا یکی از انگار تکسلولای خیلی کوچیک دیده میشه اونجا در تصویر، اون خیلی ریزه. نگاه کنید سرعت رو دیدید؟ این سرعت وحشتناکه. نگاه کنید، شما نمیتونید بگیریدش، انقدر این به عدسی 10 و انقدر فیلم برداری ازش سخته و این سرعت سرسام آور توی غذاست و الان در یه تصویر 2 تاشون هستن و سرعت بسیار بالایی دارن و امکان گرفتن اینا با عدسی 40 نیست عزیزان. من به سختی با عدسی 10 سعی میکنم تعقیبش کنم. آدم خسته میشه، میخواد حتی با عدسی 10 تعقیبشون کنه. به هر حال خیلی سرعتشون زیاده همونجور که میبینید.